سلام عزیزان دل، امیدوارم که حال همگیتان خوب و خوش و سرحال باشد. عزیزان دل خوش آمدید به یک ویدیو دیگر. ما امروز قرار با جمع از عزیزان، با جمع از همکلاسا بریم طرف کانتون لوزرن که یک از قشنگترین کانتون های سوئیس است و برایتان از کانتون لوزرن، از زیباهای لوزرن، از کوههای لوزرن، از سرسبزی های لوزرن ویدیو میگیرم و امیدوارم که مورد پسندتان قرار بگیره و از ویدیو لذت ببرین. Steve, yes, sir. All is good? Alhamdulillah. Hey David, wo bist du David? Baby, you have something in your nose. از لوزرن، از کشتی. Willkommen in Luzern. خوش آمدید. Morgen. دوستای عزیز در لوزرن رسیدیم. تازه از کشتی پیاده شدیم دیگه. اینجا از این سایلبانا است، قطارهایی که جلو است با اینا باید بریم طرف کو دیگه. اینم از کوه ریگی 2500 متر بلندیشه دیگه. از اون بالا برایشون ویدیو میگیرم حتما. از دل در کوه ریگی هم آمدیم دیگه. بالا جایشم خالی، غذا مزارم خوردیم دیگه. حال کم طرف پایین بریم دیگه. اون 20 دقیقه را باید پیاده بریم، بعد از او قطار سرعت. آقای علیزاده رو داریم اینجا خط قطب. آقای علیزاده چطور بودیم؟ امروز چکر مکر؟ چکر امروز واقعا بسیار بود، ولی حیف که نه گرفت بود همه جا رو نمیتونستیم همه جا رو خوب ببینیم و مشرف باشیم، ولی در کل عالی بود. همونطور که آقای علیزاده گفت امروز کلا نیبل بود و این پشت سر هم مشاهده هم نید دیگه. با اون خاطر نتونستیم از بلو ویدیو قشنگ بگیریم از دریا. اشکال نداره، پایین تر میریم. اگه آب هوا خوب شد باز ویدیو میگیریم برایشون دیگه. جان هستیم. سنگه. هی استیف. جرستی بخیر؟ جان جره؟ چطور با چکر؟ جانم هستی. Wie war heute? Hey Steve, wie war heute? Toll, war cool. Ja? Ja. Oh okay. My God. Erzähl, wie war heute? War schlecht, gut, aber so lala. So lala oder sehr gut? So lala. Ali ist -2. So. Ja, es ist so langweilig. Ja, Ali ist so sehr schlimm. Hey. یا زور انگلیسه. Ja? Enjoy. Ja. Okay. Er ist eine... Warte, Mauno. Ja, Ich sage ein Wort auf Persisch. Kannst du sagen? Okay. Okay. Ali. Sag, When okay? she's standing there waiting for Ma? you. Oh, سقط شنو؟ Ma? ما سقط شنو؟ Ma سقط شنو. نه ما سقط شنو. Ma سقط شنو. Super, ja. Yeah. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich liebe dich.
آقای کریم امروز لذت بردی؟ آقای علیزاده بسیار بسیار خوش گذشت. جای کسایی که نبودن خالی. دیگه یادم کم کم طرفی خانه ماریم. خونه میخوای بری یا میخوای بری زایمان سوار بشی؟ زایمان که تونست ندیدم، الان نمیفهمم کجاست. دیگه قرار است که پایین‌تر بریم و سایبال سوار شیم، ولی فعلا معلوم نیست که چند دقیقه دیگه باید پیاده روی بریم، چون دفعه اول از ماست که درگی آمدیم دیگه شناخت خوب نداریم دیگه. اندیوالای خود معرفی نمی‌کنی؟ اندوالای من کلاً 4 تایش 3 تایش که بچهای افغانستان هستن، دیگه بقیه‌اش که از سومالیا و اوکراین هستن. کلاً جمع کل 12 نفر هستیم. فقط امروز چیز می‌کنی آسولک می‌کنی یا نه مثلا برنامه دیگه هم داری؟ نه، چون که این سال اول مدرسه ما بود دیگه، از ما فقط یک روز درست نیست. بسیار عالی. این منظره پشتم میتونید شما تماشا کنید.